أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از علم گراماتیک زبان عربی، از نحو، از کتاب al-Oҷurrumia دو درس گرفتیم و حالا بنده میخواهم درس سیوم را از کتاب al-Oҷurrumia به سمع شما خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب معرفت علامات الاعراب، یعنی که باب شناختن یا شناس شدن علامت های نشانه های اعراب که درس گذشته ما و شما گرفته بودیم که اعراب 4 علامت دارد: رفع، نصب، خفض و جزم. اکنون هر یک تا این رفع در کجا می آید، چی علامتی اصلی دارد و چی فرعی، و نصب و خفض و جزم همچنین که در درس‌های آینده ان شاء الله یک و یک اینها را به سمع شما با کمک و با توفیق الهی خواهیم رسانید، ان شاء الله خواهیم گرفت. اما پیش از اون که این موضوع را شروع بکنم، پیش از این میخواهم بعض اصطلاحات علم نحو قطعی یا با بعض اصطلاحات علم نحو شما را شناس بکنم، زیرا که در علم صرف ما و شما با بسیار اصطلاحات صرفی شناس شدیم. صحیح چی است، معتل چی است، و محموس چی است، مضاعف چی است، و صیغه چی است، 14 صیغه ماضی و مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول و جهد و نفی، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اسم تفضیل، مصدر میمی. اینها را ما و شما در علم صرف گرفتیم، این وابسته به علم صرف است. اما در علم نحو باز اصطلاحات خاص است که مخصوص علم نحو است، باید اینها را هم همچنین شما شناس بشوید. به مثل که امروز یک انسان میخواهد که استای ماشین شود، پس اون باید تمام ضبطچستای ماشین را، هر آنچه که برای ماشین لازم است اون را باید بداند، بیاموزد. یا یک انسان میخواهد استای خانه سازکن و خانه بناکن شود، اون همچنین باید به تمام محصولاتی که برای خانه سازی، خانه بنیاد کردن لازم است باید اونها را بداند. چرا؟ زیرا اینکه برای ساختن خانه دانستن اون محصولات لازم است، یا برای ماشین اساس کردن نام‌های ضبطچستا را دانستن لازم است که اون ضبطچست برای کجای ماشین است. همچنین علم نحو هم همین طور ضبطچست‌های دارد که شما باید اون ضبطچستا را بدانید. پس ضبطچستاش اینها است. ببینید اعراب چی است، معرب چی است، بنا چی است، مبنی چی است، اینها را باید شما بشناسید. یا مثلا جمع، این تقسیمات جمع که انشاءالله را بعدا تفصیل میتیم. حالا برای ما شناس شدن با این اصطلاحات بسیار مهم است، دقت بدید. یکم مسئله اعراب. اعراب چی است؟ درس گذشته گفتیم تغییر یافتن حالتهای آخری کلمه. مثلا ببینید لم یذهب آخری کلمه تغییر یافت، یذهبو بود، لم که آمد آخرش تغییر یافت. زیدون، لم یذهب زیدون، آخری این را ببینید زیدون شد. رأیتو زیدن، آخرش را ببینید نصب شد. سلمتو علی زیدین، آخرش را ببینید کسره شد. انا همین تغییراتی که فقط در یک اسم زید را ببینید، زیدون، زیدن، زیدین شد. انا همین تغییریابی را نامش اعراب است، درس گذشته به تفصیل بیان کرده بودیم. پس انا همین تغییریابی هایی که در آخر کلمه ها هست، انا همین را چی میگویند؟ انا همین ها را میگویند اعراب. انا همین تغییریابی ها را نامشان
می شود اعراب. فهمیدید اکنون اعراب چی بوده است؟ بیایید معرب رو میبینیم که معرب چی است. معرب این همون کلمه ای را که آخرش تغییر مییابد همون کلمه را معرب میگویند. مثلا زید، دقت بتید، زید معرب است، اعراب نه، معرب است، زیرا که کلمه زید معرب است. اعراب فقط به آخر کلمه دخل دارد و بس. اما معرب در جمله کلمه همون اسم یک جایه میگوییم. همین کلمه زید چی است؟ معرب است. برای چی معرب بگیم؟ برای آخرش تغییر یابنده است، چطوره که ما دیدیم. یا یذهبو فعل مضارع است، معرب است. برای چی؟ به خاطر اینکه آخرش تغییر مییابد، یذهبو میشود، در بعض جا یذهبه میشود، در بعض جا یذهب میشود، چطوره که شما میبینید. پس آخرش تغییر که مییابد این چی است؟ معرب است. پس اعراب گفته فقط آخر کلمه ها را در حرکتاش در بر میگیرد یا حرکت های آخر کلمه را میگویند. اما معرب خود کلمه را یک جایه میگوید. مثلا یذهبو معرب است، زیدون معرب است، مثلا محمدون معرب است، رجلون معرب است. فهمو؟ انا همین را میگویند معرب. اکنون ما شما اعراب و معرب را شناختیم. بیایید میگذاریم به قسم دومی زبچسته که برای ما لازم است برای آموختن علم نحو. بنا، مبنی. اولا بنا چی را میگویند؟ بنا آخر این همین اسم هؤلائی را ببینید کسره است و آخر هؤلائی را ببینید کسره است و سلمت علی هؤلائی را ببینید کسره است. پس انا همین حالتی هؤلائی را آخرش ببینید تغییر نیافت. زید ببین تغییر یافت، لم یذهب بود، در اینجا زیدون شد، اینجا در هؤلاء نشد یا هؤلاءون کسره شد. زید رأیت زیدن، در اینجا رأیت هؤلائی شد، هؤلاء نشد، فتحه را نگرفت. سلمت علی زیدین، سلمت علی هؤلائی شد، هؤلائی به مثل این دو تنوین نگرفت. پس انا همین حالت چه ببینید که تغییر نیافت، حالت که تغییر نیابد او را بنا میگویند. اکنون معرب آخرش تغییر میافته است، بنا آخر کلمه تغییر نمیافته بوده است. انا همین را چی میگفتند؟ بنا. آخرش ببینید فقط چی است؟ کسره است و بس، فقط زیر است و بس، یگون چیزی دیگر نداره. در همه صورت این در کجایی که بیاید آخرش زیر میآید و بس. انا همین کلمه را چی میگویند؟ بنا. آخری انم که کلمه را آخرش بنا میگن، کلمه را خچ نه. اما کلمه را خچ اکنون چی میگن؟ هؤلاء چی ای؟ مبنی است. هؤلاء را ببینید مبنی هست. در اینجا در زید معرب بود، برای آخرش تغییر یابنده بود. هؤلاء را آخرش تغییر که نمییابد چی است؟ مبنی است. پس به مثل این مبنیات که بعدا علمیا چی چیزا مبنی است یا معربا چی چیزا معرب است، اینها را بعد میخونیم. فقط شما با اصطلاح اعراب و معرب بنا و مبنی شناس شوید. و همچنین ناگفتن ماند که اعراب را درس گذشته گفتیم 4 علامت دارد: رفع، نصب، خفض، جزم. اکنون بنا چی؟ بنا هم 4 علامت دارد. اون چی است؟ اون ضمه، فتحه، کسره، سکون. این را در یادتون بگیرید. مثلا میگیم که یذهب فعل مضارع مرفوع میگیم و علامت رفعه الضمه. لیکن هؤلائی میگیم هؤلائی این فاعل مرفوع مبنی علی الکسر. ببینید فاعل است، لیکن مبنیش میگیم. برای چی؟ برای آخرش تغییر نیابنده است. فاعل اسم مبنی علی السکون مبنی علی الکسر فی محل رفع، فاعلش میگیم. دیدید؟ اسم مبنی علی الکسر فی محل، یعنی اسمی است که آخرش مبنی است، تغییر نیابنده است، مبنی بر کسر است، یعنی بناش کسر است و در محل رفع است، زیرا اینکه فاعل است. که اینها را ان شاء الله به تفصیل در آینده میخونیم. حالا فقط همین جمله های گفتگی ما در ذهنتان داشته باشید. رأیت هؤلائی، هؤلائی مفعول به منصوب مبنی علی الکسر فی محل نصبش میگیم. هؤلائی مبنی علی الکسر فی محل نصب
مفعول به می شود. یا هؤلاء مبنی علی الکسر فی محل جر اسم مجرور. این اصطلاحات است که اینها را باید هر یک آموزنده علم گراماتیک زبان عربی باید بداند. پس معلوم شد که اعراب رفع و نصب و خفض و جر این چیزش است. این رفع و نصب و خفض و جزم علامتاش است. بنا را علامتاش چی است؟ فتحه و کسره و سکون و فتحه و کسره و سکون و ضمه. این 4 تا می باشد. پس با همین ما و شما اکنون حالا با این مسئله شناس شدیم و میگذاریم به درس موضوع درسمان. میبینیم صاحب کتاب چی میگوید برای ما و شما در مسئله شناس شدن علامت های اعراب. خب صاحب کتاب میگوید که للرفع 4 علامات، یعنی که رفع 4 علامت دارد. ما و شما درس گذشته یادتون باشد گفتیم که همین طور نوشته کردیم که رفع 4 علامت دارد. 1 تاش گفتیم اصلی است و 3 تاش فرعی هست. پس انا همین چیزا برای ما صاحب کتاب توضیح میتید. پس درس امروزه ما و شما فقط در موضوع رفع است و بس. موضوع نصب را درس آینده خواهیم گرفت. دقت بتید اکنون. یعنی چی؟ صاحب کتاب چی در نظر دارد؟ میگه رفع 4 علامت دارد. 1 تاش اصلی است. اون اصلی چی است؟ الضمه. ببینید ضمه یعنی چی؟ ضمه یعنی که در آخر کلمه که انا همین حرکت رو میمونیم، انا همین رفعو مثلا، انا همین حرکت نامش ضمه هست. اولین حرکت یا علامت اصلی رفع این چی است؟ ضمه هست. 1 تا. اما 3 تا باقی موندهش این چی است؟ این فرع است. اون 3 تا چی است؟ یکمش الواو یعنی حرف واو، دومش الالف، سومش النون یعنی حرف نون. انا این 3 تا دیگر فرع است، یعنی جانشین ضمه هستند. حالا در این کتاب ان شاء الله اینها رو میگیریم که یعنی چی. خب صاحب کتاب میگه که للرفع 4 علامات، یعنی رفع همگی 4 علامت دارد. الضمه یکمش ضمه است و اصل ضمه هست و 3 تا این فرع است. اکنون این چی است؟ الواو، الالف و النون. این 3 تا باقی مونده چی بشود اکنون؟ فرع هستند و جاینشین می باشند برای ضمه. اکنون صاحب کتاب یک تا توضیح میتید. میگه که ضمه در کجاها علامت رفع می شود. ضمه در کجا علامت رفع می شود؟ میگه که فاما الضمه فتكون علامه للرفع في 4 مواضع. میگوید که ضمه علامت رفع می شود در 4 جا. دقت بتید. اون 4 جا کجا است؟ اولین جایی که ضمه علامت رفع می شود این اسم مفرد است. صاحب کتاب میگه که فی اسم المفردی، یعنی که در اولین جا در اسم مفرد ضمه علامت رفع می شود. مانند چی؟ مثالش مثلا من میگویم که ذهب زیدون. پس کلمه زیدون این اسم مفرد است. مفرد یعنی چی؟ یعنی که یگانه است، 1 تا. زید نام 1 آدم است، پس رفت زید فاعل است، باید مرفوع باشد. پس در محل در جایگاهی رفع است. اکنون 7 جایی که اسم مرفوع می شود او را در آینده ان شاء الله خواهیم در همین کتاب گرفت که اونها کجا هستند. فقط شما دقت بتید که زیدون مرفوع است. علامت رفعش چی است؟ این همین ضمه اش است. علامت رفع ضمه اش است. یک کس بگه که چرا علامت رفعش ضمه است؟ میگم به خاطر آنه که اسم مفرد است. اسم چی است؟ اسم مفرد. پس یک مثال دیگر در همین باب میاریم. مثلا میگیم که جاءت فاطمه. دقت بتید. میگوید که جاءت
فاطمه. پس کلمه فاطمه اسم مفرد است. از کجا دانستیم؟ از همین جایی که یک تا فاطمه است. مثلا فاطمه نام یک دختر است. پس آمد فاطمه. فاطمه که در محل رفع است، یعنی که فاعل است، باید مرفوع باشد. علامت رفعش چی است؟ ضمه است. علامت رفع ان همین ضمه که در آخرش میبینید علامت رفعش است. این یکم جایی که اسم مرفوع میشد. خب دویم جا چی است؟ و جمع تکسیر. در دویم جایی که اسم مرفوع می شود اون جمع تکسیر است. ببینید در دویم جا جمع تکسیر است. پیش از اونی که مثال این را بنویسم، اولا اکنون میخواهم که این مسئله را برای شما بیان بکنم، زیرا که اکنون ما باید این را بشناسیم. اگر که شناختیم پس جمع تکسیر را خوب میشناسیم که یعنی چی. دقت بتید، میگوید که اقسام جمع در زبان عربی جمع همگی سه نمود می شود. ای سه نمود زیاد نیست و کم هم نیست. سه نمود جمع است. اکنون سه نمود چی است؟ نمود یکمش جمع مذکر سالم نام دارد. جمع المذکر سالم، یعنی که جمعی که مردانه است و سالم است، یعنی که وزنش نشکسته است. حاضر میفهمیم یعنی چی؟ پس ما جمع مذکر سالم را از کجا میشناسیم؟ در آخرش واو و نون دارد و یا که یا و نون. اکنون واو و نون موضوع درس امروزه ما و شماست، اما یا و نون موضوع درس فردا است، یعنی حالت نصب و پس از فردا حالت جر. اما حالا برای ما واو و نون در کار است. پس جمع مذکر سالم علامتش در آخرش واو و نون دارد. مثلا مثالش مسلمون، یک مسلمان. یا میتونیم در اینجا یک کلمه دیگر ما بنویسیم که مثلا زیدون. دقت بتید، زیدون. مسلمون یک مسلمان و زیدون یک آدم نامش زید. اکنون من میخواهم بگویم که مسلمان ها جمع بکنم. پس میگویم که مسلمون. دقت دادید، مسلم تا میم در آخرش یک واو و نون همراه کرده باشید، مسلمون. پس انا همین کلمه مسلمون جمع مذکر سالم است. یادم بگه چرا؟ میگم به خاطر اینکه در آخرش واو و نونی زیادی دارد. اگر واو و نون گرفتیم میشود مسلمون، اگر واو و نون ماندیم میشود مسلمون، یعنی مسلمان ها. اکنون کلمه زید شما خودتون بنویسید در کتابتون، در دفترتون. زیدون یک زید. اگر بگویم که زیدها چی میگویم؟ زیدون، یعنی در آخرش واو و نون همراه کنین میشود زیدون، یعنی زیدها. انا همین را میگن جمع چی؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. یا مثلا مؤمنون یک مؤمن، اگر جمعش کنیم در آخرش واو و نون مؤمنون، انا همین میشود جمع چی؟ جمع مذکر سالم. و حالتی یا و نون قطعا مسلمین که را انشاءالله درس آینده و تفصیل خواهیم گرفت. اکنون یکم نمود جمع فهمیدیم که جمع چی بوده است؟ مذکر سالم. دویم نمود جمع مؤنث سالم است. جمع المؤنث سالم، یعنی جمع مؤنث زنانه که سالم است. پس جمع مؤنث سالم ما چطور میشناسیم؟ در آخرش الف و ت زیادی داره. چه درجه واو و نون زیادی داشت؟ درجه الف و تا زیادی دارد. به مثل چی؟ مثلا مسلمتون یک مسلمان زن. من میخوام بگویم که مسلمان زنها چی میگویم؟ مسلمتون. این تره میگیرم میپرتایم، در جای ت الف فقط نون میمونم میشود مسلمتون، یعنی مسلمان زنها. یک مثال دیگر هم نوشته میکنیم. مثلا نام فاطمه، مثلا ببینید فاطمه. مثلا من میخواهم که بگم فاطمه ها، مثلا 3-4 دختری در یک قشلاق هسته که نام هاشون فاطمه هستند. پس من باید بگم فاطمه ها. چی میگم؟ فاطی، این ت اخیره میگیرم میپرتم، الف فقط ت میمونه میشه فاطمه تون، یعنی فاطمه ها. انا همین در آخرش وقتی که الف و ت را ماندیم جمع شد، جمع زنانه، او را میگن جمع مؤنث چی؟ سالم. این دویم نمودی جمع. اگر الف فقط ت گرفتیم این ت زنانه را میمونیم تا اینکه دولت کنه بزن که مسلمتون یک مسلمان زن، فاطمه تو یک فاطمه. اما جمعش کرده میگه مسلمتون فاطمتون.
پس این جمع چی بوده است؟ جمع مؤنث سالم. آخرین جمعی که موضوع درس ما هست، دقت بدید، جمع تکثیر، نامش جمع تکثیر است. جمع تکثیر در زبان عربی سه نمود می شود، چطوری که شما میبینید سه نمود می شود. اینها کدام هستند؟ یکم از زیاده، در همون کلمه زیاد کردگی هستند، مانند چی؟ قلمون، یک قلم، مثلا قلمون، یک قلم. اکنون من میخوام بگم قلم ها، چی میگویم؟ اقلامون. دقت کن، زیاده است، یعنی حرفاش در زیاد کردن زیاد شد. مثلا قلم، یک قلم، قاف و لام و میم، سه حرف. وقتی من میگم قلم ها میشود اقلامون، 5 تا حرف میشود، الف و قاف، لام و الف و میم، 5 حرف میشود. پس این را میگویند جمع تکثیر از زیاده، یعنی زیادتی دارد، حرفش زیاد شد در جمع. مفردش 3 حرفه بود، جمعش 5 حرفه شد. دوم نمود جمع تکثیر النقص است، یعنی کم شدن. دقت بدید، مثلا کتابون، یک کتاب، مثلا کتابون، یک کتاب. وقتی من میخوام بگم کتابها، چی میگویم؟ میگم کتبون، کتابها. حساب کنید، کتابون 4 تا حرف است، کاف و ت، الف و با، 4 تا حرف است. وقتی جمعش کردم کتبون، کاف و ت و بیش 3 تا شد. اگر یک تگش در بگم مثلا کتابون 4 حرف بود و وقتی جمعش که میکنم میشود چه؟ کتبون 3 حرف میشود جمعش. برعکس بالایی در یک تگش 3 حرفه و جمعش 5 حرفه بود، در اینجا یک تگش 4 حرفه و جمعش چی است؟ جمعش 3 حرفه است، یعنی کم شد ای حرفای اصلیش. این را میگویند جمع تکثیر با نقص، یعنی کم شدن. و آخرین جمع تکثیر سوم نوعش تغیرون به شکل است. تغیرون به شکل یعنی تغییر یافتن حرکت ها، زیر و زبر. مانندی چی؟ مانندی اسدون. اسدون یعنی از شعر. وقتی من بگویم که شعرها، در اینجا نه یگان حرف از زیاد میکنم و نه کم میکنم، با مثل این زیاد نمیکنم، با مثل این کم نمیکنم. پس چیکارش میکنم؟ حرکتاش تغییر میتونم. اسدون بود میگم اسدون، الف دمه میتیم، سین ساکن میکنم، میشوه شعرها. اما اگر حرکتاش نباشد خیال میکنی یک تا است. ببین الف و سین و دال، اینجا الف و سین و دال است، فقط حرکت ها ما را گفت که اسدون یعنی شعرها. یا نمیرون، نمیرون یک پلنگ. وقتی من میگم پلنگ ها میگم نمورون. ببینید فقط حرکت ها فرق کرد. این را میگن تغیرون به شکل، یعنی به حرکت، حرکتاش تغییر یافت و بس. پس 3 نمود جمع در زبان عربی وجود دارد. پس آخرین موضوع یا که دوم موضوع رفع ما جمع چی است؟ جمع تکثیر است. پس بیایید صاحب کتاب را ببینیم چی میگه. میگه و جمع تکثیر و دوم جایی که اسم علامت رفعش ضمه می شود جمع تکثیر است. مانندی چی؟ مانندی مثلا می نویسیم ذهب، دقت بدید، ذهب الرجال، الرجال، دقت دادید، ذهب الرجال یعنی رفتن مردها. اکنون رجال جمع چی است؟ جمع تکثیر است. رجل جمع بود، رجال اکنون کدام قسم جمع تکثیر است؟ از قسمی زیاده. زمین که رجلون ر و جیم 3 حرف بود، وقتی رجالش کردیم 4 حرف شد. اکنون از جمع تکثیری زیاده بود، از که حرفش زیاد شد. اکنون میگه که ذهب الرجال، ذهب فعل ماضی، رجال فاعل مرفوع، علامت رفعش چی است؟ ضمه. ببینید علامت رفعش ضمه. چطور گفتیم که در 4 جا علامت رفع ضمه می شود. اکنون اینجا هم همچنین ضمه است. یک مثال دیگر از اسم بیاریم. باز مثلا میگیم که هذه، دقت بدید، هذه مثلا اقلام، یعنی چی؟ یعنی که اینها، این قلم ها هستند. ببینید این قلم ها هستند. اقلامون. اکنون اقلام همچنین جمع چی است؟ جمع تکثیر است. جمع تکثیر کی است؟ علامت رفعش چی شد؟ ضمه شد. چطوری که شما میبینید علامت رفعش ضمه شد به مثل این
جمع تکسیری که اول ذکر کردیم. دوم جا و سوم جا که علامت رفع ضمه هست میگد و جمع المؤنث سالمی، یعنی جمع مؤنث سالم همچنین علامت رفعش ضمه هست. سوم جا علامت رفع ضمه هست، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم این هست، حالا بیانش کردیم. پس جمع مؤنث سالم گفتیم در آخرش الف ت زیادی دارد. مثلا من میگویم که ذهبت، دقت بتید، ذهبت یعنی رفت، ذهبت المسلمات، مسلمه، ببینید مسلمات، ذهبت، ذهبت المسلمات. اکنون مسلمات جمع چی است؟ جمع مؤنث سالم است، زیرا که در آخرش الف و ت دارد. چطور گفتیم آخرش الف و ت دارد؟ پس مسلمات در آخرش الف ت زیادی دارد. پس ذهبت المسلمات، مسلمات فاعل مرفوع، علامت رفعش چی است؟ الضمه. یادم بگه برای چی ضمه علامت رفع است؟ میگم به خاطر آنه که مسلمات جمع مؤنث سالم است، جمع مؤنث سالم همچنین علامت رفعش ضمه می باشد. خب این دو تا شد. سه تا. و چهارم جا، آخرین جایی که علامت رفع ضمه می باشد، این چهارم جا علامت رفع، آخرین جایی که علامت رفع ضمه می باشد، صاحب کتاب میگوید که والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز چسبیدگی نیست، در آخر یگان چیز پیوست شدگی نیست. مانند چی؟ مانند یذهب، ببینید یذهب محمدون، محمدون. یا مثلا میگیم تذهب، تذهب، تذهب فاطمه، تذهب فاطمه، تذهب فاطمه. اکنون دقت بتید، این یذهبو فعل مضارع است، در آخرش یگان ضمیر اینجا گفت که والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شیء، این شیء یعنی ضمیر، یعنی فعل مضارعی که پیوست نشده است در آخر اون یگان ضمیره، ضمیر پیوست شدگی نیست. مثلا یذهبو، دقت بتید، یذهبو محمدون. پس یذهبو فعل مضارع است، مرفوع است، علامت رفعش چی است؟ ضمه هست. ببینید آخرش ضمه دارد. یا تذهبو فاطمه، فاطمه مرفوع است، علامت تذهبو مرفوع است، علامت رفعش چی است؟ ضمه است. چرا؟ زیرا اینکه در آخرش یگان حرف، یگان ضمیر پیوست شدگی نیست. پس اذهبو همچنین برای چی است؟ برای آخرش علامت رفعش ضمه می شود. اذهبو یا نذهبو، من میروم یا ما میرویم. برای چی؟ بخاطر در آخرش یگان ضمیر پیوست شدگی نیست. پس شما می توانید بهتر و خوبتر، چطوری که در علم صرف خونده بودیم، هر یک صیغه 14 صیغه میشه، هر یک فعل 14 صیغه می شود، 14 صیغه، 6 تا برای غایب، 6 تا برای مخاطب و 2 تا برای متکلم. از همینها 5 تاش علامت رفعش ضمه می شود. مثلا یذهبو می رود وی مرد، 1 تا، و تذهبو می رود وی زن، 2 تا، تذهبو می روی تو مرد، 3 تا شد، اذهبو می روم من، 4 تا شد، نذهبو می رویم ما. انا همین 5 تا علامت رفعش چی می شود؟ علامت رفعش ضمه می شود. اما باقی ماندهش علامت رفعش چی می شود؟ بعداً صاحب کتاب برای ما و شما در این مسئله صحبت خواهد کرد. اکنون این بود علامت های رفع ضمه میشه در این 4 جا. پس این 4 جا را این متن را از یاد کنید. یکم اسم مفرد، دوم جمع تکسیر، سوم جمع مؤنث سالم، چهارم فعل مضارعی که فعل زمان آینده باشد، در آخرش یگان ضمیر پیوست شدگی نباشد، علامت رفعش چی می شود؟ ضمه می شود. اکنون ما و شما ضمه را خلاص کردیم. پس اینجا را پاک میکنیم و میگذاریم در دوم علامت که این علامت چی است؟ علامت رفع، لیکن فرعی است، اصلی نیست. اصل این ضمه بود. خب ببینید صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب برای ما و شما بیان میکند، میگوید که و اما الواو
اما حرف واو که علامت رفع است لیکن جاینشین ای ضمه می آید، در کجا می آید؟ میگوید که و اما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، در دو جا واو علامت رفع است. دقت بتید، در دو جا. جای اول واو علامت رفع است. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که فی جمع المذکر السالم، در جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ما گفتیم قسمت، هر وقتی که جمع که گفتیم اسم را بدون همین سه قسم بیرون است: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر. پس جمع تکسیر ما گفتیم که علامت رفع ضمه می شود. جمع مؤنث سالم ما گفتیم که علامت رفع ضمه می شود. اکنون جمع مؤنث سالم سوم قسم جمع علامت رفعش چی است؟ میگه واو هست. مانند چی؟ مانند مثلا میگیم که ذهب یعنی رفت المسلمون، ببینید المسلمون رفت مسلمان ها، ذهب المسلمون. اکنون دقت بتید، ما گفتیم جمع مذکر سالم در آخرش واو و نون دارد. پس انا همین واو و نون انا همین جمع مؤنث مذکر سالم است. پس یادم بگه که برای چه گفته که مسلمون نگفتی مسلمین؟ میگم زیرا اینکه حالت رفع است. پس علامت رفع واو می شود. علامت رفع در جمع مذکر سالم واو می شود. پس از این حساب من گفتم که مسلمون یعنی مسلمان ها، رفتن مسلمان ها. پس میگم ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتح، المسلمون فاعل مرفوع و علامت رفعه الواو. ببین علامت رفعش میگیم واو نیابتا عن الضمه. این گپ میگیم علامت رفعش واو نیابتا عن الضمه، یعنی واو است لیکن واو جاینشین چی است؟ جاینشین ضمه است. یک کس بگه برای چی؟ میگم به خاطر اونه که جمع مذکر سالم است. جمع مذکر سالم علامت رفعش جاینشین دارد که اون واو است از جای ضمه. پس ذهب المسلمون علامت رفعش چی بوده است؟ واو. این نون عوض عن التنوین میگه که ان شاء الله بعداً خواهیم خواند. خب این یکم جا بوده است، یکم جا که علامت رفع واو می شده است. و دویم جایی که علامت رفع واو است صاحب کتاب میگه فی الاسماء الخمسه، یعنی در اسمهای پنجگانه. دویم جا در اسمهای پنجگانه. در تاجیکستان و در بعض کتاب‌های دیگر اسمهای ششگانه‌اش، اسمای سته‌اش میگن، اما در این کتاب اسمای خمسه‌اش میگن. خمسه و سته هر دوش یک چیز است، فقط اون جهت زیاد است، این جهت کم. خب دقت بتید، اکنون من مثلا میگویم که جاء، ببینید جاء ابوک، ببینید جاء ابوک. اکنون اب اسمای خمسه است. اسمای چی است؟ خمسه است. پس میگم جاء فعل ماضی، ابو فاعل مرفوع. یک کس بگه علامت رفعش چی است؟ میگیم چی ای؟ واو. علامت رفعش واو نیابتا عن الضمه، لانه زیرا اینکه من اسماء الخمسه، زیرا که وای از اسمهای پنجگانه است. پس میگیم جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، ابو فاعل مرفوع علامت رفعه واو لانه من الاسماء الخمسه نیابتا عن الضمه، و ابو مضاف که ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. ان شاء الله در آینده به تفصیل خواهیم خواند. خوب دقت بتید، اکنون صاحب کتاب میگه و فی الاسماء الخمسه و هی، اسماء خمسه میگه همین کلمات پنج تا آورده است. ابوک یعنی پدری تو، اخوک برادری تو، حموک یا حموکی اصلا خسر یا که خش تبار مرد برای زن رو میگویند، مثلا هیور زن، مثلا اکا و دادری مرد برای زن چی می شود؟ هم می شود. حموکی برای خود زنانه آوردش، یعنی که خش تباری یا قیسونگل های زن. و فوکا یعنی دهان تو، فوک فم دهان، فوکا یعنی دهان تو. و ذومالین یعنی صاحب مال. ذومالین یعنی چی؟ یعنی که صاحب مال. اکنون دقت بتید، هر یک تاشت مثال میاره، میگه که ابوکا، مثالش را آوردیم جا ابوکا، ابو فاعل مرفوع علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه.
دقت دادید؟ دوم میگه اخوکا، باز بگید که جا اخوکا، آمد برادری تو، باز اخو با واو نوشته می شود. باز اخو با چی نوشته می شود؟ ببینید اخو، اخوکا با واو نوشته می شود، یعنی که برادری تو. برای چی با واو نوشته می شود؟ یعنی که مرفوع است. علامت رفعش چی است؟ واو نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. و سیوم حموکی، مثلا میشه بگو که جاء حموکی، جاء حموکی، یعنی که آمد خیش توارای شوهرت، خیش توارای شوهرت. وقتی زن، یعنی که زن رو میگوی حموکی. و حالا عربا یعنی که برای مرد و زن استفاده میبرن، خسر خشتامن رو همچنین هم میگوین. خب حموکی یعنی که خیش تباری شوهر. جاء حموکی، حمو فاعل مرفوع، علامت رفعش چی است؟ الواو نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. و بعد از این فوکا، ببینید فوکا، فوکا. اکنون فوکا در مثالش چی است؟ مثالش این فتح، این فتح فوکا، یعنی کشاده شد دهان تو، کشاده شد دهان تو، یا فوهو کشاده شد دهان وی. اکنون دقت بدید، این فتح فعل ماضی مبنی علی الفتح، فوکا فو فاعل مرفوع، علامت رفعه الواو لان نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. و آخرش ذو مال، ببینید ذو مال، ذو مال. ذو مال میشه بگوی که جاء ذو مال، یعنی آمد صاحب مال، جا آمد صاحب مال. پس جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، ذو فاعل مرفوع و علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. ذو مضاف، مال مضاف الیه. پس این ترکیبش می باشد. و در اینجا اسماء خمسه یادتان باشد که 4 شرط دارد که در 5 تاش باید باشد. اون شرط ها چی است؟ یکم باید مفرد باشد، اب، نگاه کن اب یک پدر. اگر که آبا باشد علامت رفعش واو نمی شود، دیگه اسماء خمسه نمیگن. یکم شرطش. یا که اخ، اگر که اخوان باشد یعنی برادرها جمعش کنیم، اگر او دیگه اسماء خمسه نیست، یعنی مفرد باید باشد. ببینید اب یک پدر، اخ یک برادر، هم یک خیش توار شوهر، فو یک دهان، ذو یک کسی صاحب مال. اینا همشون چی هستن؟ مفرد هستن، یک تگه هستن، مثنی و جمع نیستن. یکم. و دویم شرطی اسماء خمسه باید اسماء خمسه باشد، این مکبره باید باشد. مکبره یعنی که تصغیر شدگی نباشد. مثلا اب نباشد که اوبی، اوبی یعنی پدرچه، پدر میدهک. جاء اوبی باشد اگر در این صورت علامت رفع واو نمی شود، زیرا که دیگه اسماء خمسه نیست. یا مثلا اخ برادرچهک باشه، میدهک باشه، میگه اوخی یعنی برادرچه. پس اوخی که شد یعنی تصغیرش که کردیم، دیگر اون چی نمی شود؟ اون اسماء خمسه نمی شود. دویم شرطی اسماء خمسه باید چی باشد؟ مکبره باشد، یعنی تصغیر شدگی نباشد. و سیوم شرطی اسماء خمسه باید مضاف باشد. ببینید ابو مضافه، اخو مضافه، حمو مضافه، فو مضافه، ذو مضافه. یعنی که بعدی کهایی که در آخرشان هست اینها مضاف الیه، مالین مضاف الیه می شود. مضاف و مضاف الیه، همه اینها مضاف مضاف الیه. باید انمی شرط باشد. سیوم شرطش. و چهارم شرطش باید اسماء خمسه اضافه یعنی مضاف مضاف الیه به یای متکلم نباشد. مثلا حاضر من میگویم که پدر من، پدر من چی می شود؟ ابی، ابی. اکنون از من بگم که جاء ابی، آمد پدر من، در اینجا من نمیگم که ابی از امثله خمسه است، اسماء خمسه است. از اسماء خمسه دیگر نمیشود این. چرا؟ زیرا که این اضافهش به یای متکلم است، به غیر یای متکلم باید باشد. یعنی پدر من نه، پدر تو یا پدر وی یا پدر محمد نامی ظاهر باشد. چطوری که در گذشته بیان کردم که نام ها اسم ظاهر می شود، اسم مضمر می شود. اسم ظاهر مثلا پدر محمد، پدر احمد باشد، اگر در همین صورت ها بعد
اب یعنی پدر یا که همین نام ها می شود از اسماء خمسه. هر یک کدامش اخی بگیم، اگر مثلا جا اخی دیگه در این صورت علامت رفع واو نمی شود، پس بلکه علامت رفع درس گذشته بیان کرده بودیم که اعراب تقدیری می شود که سیم اعراب تقدیری که اضافه به یای متکلم بود. در این صورت انا همون درس گذشته را یادتون بیارید که اینجا میگیم ابی فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه المقدره، میگیم تقدیری است، منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت بحرکت المناسبه لیاء المتکلم. گفته این طور قاعده ها دارد. پس دیدید اسماء خمسه را این چیزاش است، شرطاش است. این 4 تا شرط برای همش است. اکنون با فوکه خاص خودش یک شرط دارد. این شرط فقط برای فوکه خالی است، برای دیگرش نیست. ببینید فوکه اصلش چیه؟ فم. اصلش چیه؟ اصلش فم. فم یعنی دهان. ببین فمون، فمون دهان. وقتی که ما دهان را میگیم امثله از اسماء خمسه است، باید این میم شایبه ببریم. فی تا قبل موند، بعد واو را میمونه میشه اسماء خمسه. اگر میم بیاید او اسماء خمسه نیست. پس این شرط خاصی چی است؟ خاصی فوکه است. اکنون ذو همچنین باید شرطی خاصی خودش دارد که مخصوص برای این است. اون همین است که ذو به معنای چی باشد؟ به معنای صاحب. به معنای چی باشد؟ ذو به معنای صاحب. زیرا که در لغت طی میگن یک قبیله عرب، در لغت اونها ذو به معنای الذی می آید. به معنای چی می آید؟ به معنای الذی. به معنای الذی می آید. ذوی موصولش میگویند. اینا ان شاء الله در آینده خواهیم خواند. پس اگر که به معنای الذی باشد همچنین اسماء خمسه نیست. اگر که به معنای صاحب باشد، ببین ذو مالین میگیم، یعنی صاحب مال. ذو را صاحب ترجمه میکنیم. اگر صاحب ترجمهش کردیم پس از اسماء چی است؟ از اسماء خمسه. پس یادتون بگیرید که مثلا ابوک، اخوک، حموک اینها 4 شرطی دارند. لیکن فوک 5 شرط دارد. ذو مالین همچنین 5 تا شرط دارد. اینها را در دفترتون جدا جدا و با تفصیل نوشته و حفظ کنید. اکنون با این ما و شما نایب بودن واو از جای ضمه را به آخر است. فقط در 2 جا بوده است، در جمع مذکر سالم، در اسماء خمسه. خوب میگذاریم به علامت سیوم یا دوم علامت فرعی. میبینیم که صاحب کتاب در این باره ما و شما در چی معلومات پیشکش میکند. میگوید که و اما الالف، اما میگه الف چطور اینجا نویسیم؟ دوم علامت فرعی، دوم علامتی که جاینشین ای ضمه میشود، این الف است. اکنون میگه الف فتكون علامه للرفع في تثنیه الاسماء خاصه. در یک جا بوده است. در یک جا الف علامت رفع میشود. اون که جا است؟ تثنیه اسما است، یعنی دوگانه کردن نام ها. به مثل چی؟ به مثل من مثلا میگم که جاء، ببینید جاء از زیدان، جاء از زیدان، یعنی 2 زید آمد. مثال دیگر ذهب الرجلان، ببینید ذهب الرجلان، 2 مرد بررفت. اکنون آدم ما را بگوید که این را اعراب که چطور تحلیل، که چطور تحلیلش میکنیم؟ یعنی اعراب میگیم جاء فعل ماضی زیدان فاعل مرفوع. پس بگه علامت رفعش، رفع گفتی علامت رفع چی است؟ از اینها کدامش است؟ میگم علامت رفع الالف. بگم برای چی؟ میگم لانه مثنی، زیرا که 2 تا زیدان 2 زید. میگم لانه مثنی الالف، لیکن میگم نیابتا عن الضمه. وقتی این 3 تا را که گفتیم باید بگیم نیابتا عن الضمه، یعنی الف همچون جاینشین ضمه اومده سعی، همچون جاینشین چی است؟ ضمه است. زیدان، پس علامت رفعش چی بوده است؟ الف بوده است. علامت رفعش الف. اما این نون، این عوض عن التنوین فی مفرده میگنش، چطوری که در اینجا گفتیم اینها هم همچنین عوض در جمع مذکر سالم، این نون ها عوض عن التنوین در مفردش میشه که ان شاء الله بعداً خواهیم خواند نوعهای نون ها را که نون ها چند نمود میشود. اکنون ببینید ذهب الرجلان، رجلان، رجلان فاعل مرفوع است. علامت رفعش چی است؟
الیف است. ببینید الیف علامت رفعش الیف است. برای چی؟ لانه مثنی، زیرا اینکه این مثنی است. علامت رفع الالیف نیابتا عن الضمه لانه میگه مثنی، زیرا که این مثنی است. پس حالت رفع در نامهای دوگانه همچنین چی بوده است؟ الیف بوده است، همچون جاینشینی ضمه. فقط الیف در یک جا علامت رفع می شده است و بس. به مثل ضمه نیست که در 4 جا، یا به مثل واو نیست که در 2 جا، فقط در یک جا بوده است و بس. اکنون با این همچنین نایب بودن الیف از جای ضمه به آخر رسید. آخرین جایی که اسم مرفوع می باشد، یعنی جاینشین که علامت رفعش نون می باشد، این کدام است؟ دقت بدید. اکنون در اینجا علم صرف، کسی که صیغه ها را از یاد کردگی باشد، بسیار فایده اتون دارد. اون کدام است؟ دقت بدید. میگوید که و اما نون فتكون علامه للرفع، اما میگه حرف نون جاینشین ضمه می شود در یک جا. اون یک جا را می شود که یک نام خالص بمونه، بگیم که امثله الخمسه، یعنی مثال های 5 گانه. مثال های 5 گانه ما و شما در علم صرف خوندیم. نون هایی که در آخر فعل مضارع می اومد، مثلا یذهبو، یذهبانی، یعنی نونی که در آخرش هست، انا همین ببینید یذهبانی، یذهبون، تذهبانی، تذهبون، تذهبون، تذهبین. دقت بدید. انا همین امثله 5 میگیم، یعنی مثال های 5 گانه حساب کنید. 5 تا است، 1 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. این را میگویند امثله 5. در امثله 5 علامت رفع نون جاینشین ضمه می شود. دیدید؟ نون جاینشین ضمه می شود. ببینید یذهبانی، انا همین نون علامت رفع است، جاینشین و جای ضمه. پس میگیم یذهبان فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه ثبوت النون، یعنی بدن نون هست. یادتون باشد در فعل جهد و در فعل نهی ما و شما همین نون ها را از بین میبردیم. مثلا میگفتیم که لم یذهب، لم یذهبا، میگفتیم لم یذهبا، دیگه نون از بین میرفت. چرا؟ زیرا که لم یذهبا حالت رفع نیست. حالت رفع که نیست، نون از بین میبریمش. یا که مثلا لا تذهب، لا تذهبا، نون از بین میرفت. چرا؟ زیرا که فعل لا ناهیه بود، آخر فعل باید جزم میکرد و جزمش گفتیم نون از بین میبره. در علم صرف این چیز را توضیح داده بودیم. پس اینها را میگوین امثله 5. علامت رفع اینها ثبوت یعنی همین نون ها است، یعنی بودن نون ها. همین نون را دیدید، بدانید که این علامت چی است؟ علامت رفع هستند. دیدید؟ علامت رفع هستند. اکنون این در کجا می آید؟ ما و شما پیشتر گفتیم در 5 جا در فعل مضارع علامت رفع ضمه می شد. گفتیم یذهبو، تذهبو و تذهبو. 2 تا تذهبو داریم. یذهبو می رود و یک مرد، تذهبو می رود و یک زن، یا تذهبو می رود تو یک مرد. چند تا شید؟ 3 تا. اذهبو می روم من، نذهبو می رویم ما. علامت رفع این 5 تا چی می شود؟ ضمه. اکنون 14 صیغه را دقت بدید. علامت رفعش ضمه می شود. اکنون از 14 تا 5 تا بگیریم چند میموند؟ 5 تاش رو بگیریم میموند 8 تا. 9 تا دیگر، 9 دانه. اکنون از این 9 تا 7 تاش امثله 5 است. حاضر ما گفتیم که امثله 5 5 تا است. باز چرا میگیم 7 تا؟ دقت بدید. حاضر ما گفتیم که امثله 5 یعنی که مثال های 5 گانه. دیدید 5 تا است. پس چرا میگیم 7 تاش امثله 5 است؟ زیرا اینکه ما تذهبانی 3 دانه داریم. یعنی اینطوری تذهبانی نوشتگی است 3 دانه است. تذهبانی مثلا میشود که میرود ویها 2 زن، 1 تا تذهبانی. تذهبانی
میروید شما دو مرد دو تاشی تذهبانی و سیوم تذهبانی میروید شما دو زن. چند تا تذهبانی شید؟ سه تا. پس اینجا سه تا است. میرود و دو زن، میروید تو دو مرد، میروید تو دو زن. اینجا سه تا است. پس اون سه تا را یک تا حساب میکنیم، 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا میشود. دیدید؟ اون سه تا یعنی که اینجا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. از این حساب 7 تاش هم بگیم امثله خمسه است. یک کسی میگه برای چی امثله خمسه؟ برای یک نمود نوشته میشه، فقط ترجمهش فرق میکند. اما در نوشتن یک نمود نوشته میشه، برای خاطر امثله خمسه اش گفتن. اکنون دقت بدید. صاحب کتاب چی میگه؟ عباره را میخونیم. و اما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع. میگه نون جاینشین دمه می شود در حالت رفع در فعل مضارع. ببینید هم فعل زمان آینده یذهبون میره و ها دو مرد در زمان آینده اذا اتصل به ضمیر تثنیه. وقتی که ضمیر تثنیه بچسبد. ضمیر تثنیه یعنی چی؟ دقت بدید. ضمیر این الفی که میبینید همین الف ضمیر تثنیه میگن. یعنی ما میگیم که یذهبون میروند و ها دو مرد یعنی تثنیه، دو کس. همین تثنیه دو مرد را از کجا گرفتیم؟ از همین الف. وقتی در فعل مضارع همین الف داخل شد علامت رفعش نون میشه. چه که دیدید یک جا. و همچنین تذهبانی علامت رفع ضمیرش چیه؟ الف. پس این الف ها هر دوش علامتی چی هستند؟ علامتی تثنیه دو کس. خب دوم جا او ضمیر جمع. یا میگه که در فعل مضارع در آخرش ضمیر جمع پیوست شود، مانند این واو را دیدید یک تا، این دو واو. وقتی ما میگیم یذهبون میروند و ایها همه مردها را از همین واو گرفتیم، ضمیر جمع. تذهبون میروید شما همه مردها را از همین واو گرفتیم، این را میگن ضمیر جمع. ضمیر چی؟ ضمیر جمع. دوم جا و سوم جا میگه او ضمیر المؤنثه المخاطبه. یا ضمیر مؤنثه که مخاطبه است. انا همین یایی که در جا میبینید این همین یا را نامش ضمیر مؤنثه مخاطبه است. یعنی چی؟ یعنی تذهبین میروید تو یک زن. ضمیر ببین میگه که ضمیر مؤنثه است، ضمیر برای زن است، مؤنثه است یعنی برای زن است، مخاطبه است یعنی در پیش از میگوید تو. انا میره چی میگن؟ مخاطب. پس انا همین یا ضمیر مؤنثه مخاطبه است. پس وقتی که در فعل مضارع میگن الف واو یا مخاطبه پیوست که شد علامت رفعش نون، ثبوت نون جاینشین از ضمه می شود. پس این هست 4 جایی که اسم چی می شود؟ 4 جایی که علامت رفع، یعنی علامت رفع اصلی واو، اصلی ضمه، واو الف نون، اینا چه بودن؟ جاینشین و فرعی. خب دقت بدید اکنون اینجا در آخر این میتوانید شما بنویسید که و اما النون فتكون علامه للرفع في الامثله الخمسه. همین قبل بنویسید بس دیگه، این باقی موندهش در کار نیست. اما اگر که خودش حفظ کردید میشود مشکل نداره، اینطور کوتاه‌تر میشد. اما النون فتكون علامه للرفع في الامثله الخمسه. خلاص، یعنی نون علامت رفع میشود در امثله خمسه. خب اکنون ما پیشتر گفتیم ضمه علامت رفع میشود در فعل مضارع در 5 جا. فعل مضارع همگی چند صیغه دارد؟ 14 تا. 5 تا گرفتیم، چند تاش موند؟ 9 تاش موند. 9 تا. و گفتیم در 7 جا در فعل مضارع علامت رفع ثبوت نون میشود جاینشین ضمه. اکنون 7 قطعی 5 چند میشود؟ میشود 12 تا. یا 5 تا گرفتیم 9 تا موندگی بود، 7 تا دیگه بگیریم میگه 2 تا دیگهش میمونه. اون 2 تا دیگه علامت رفعش چی است؟ اون 2 تا دیگه علامت رفعش چی است؟ او را ما در مبنی ها میخوانیم. پیشتر گفتیم که بنا، اعراب و بنا، معرب و مبنی. اون 2 تا فعل مضارع فقط 2 جا فعل های مضارع چی هستند؟ مبنی هستند. از این حساب در اینجا ذکرش نکرد. ببینید از 14 صیغه 12 تا آورد، 5 تا در ضمه آورد، 7 تا در
ثبوت نون آورد، اما دو تا دیگه نیاورد زیرا که اون دو تاش چی است؟ مبنی است. یذهبن با تذهبن، یعنی یذهبن میروند و ایها همه زنها، تذهبن میروید شما همه زنها. انا این دو تاش اینجا در حالت رفع نیاورد زیرا که اونها چی مبنی است. زیرا که ما گفتیم رفع علامت اعراب است، یعنی رفع در کلمه معرب می شود، از این حساب در اینجا نیاوردش. پس این بود درس امروزه ما و شما. با این درس امروزه را به پایان میرسانیم و درس آینده امان ان شاء الله حالت‌های علامت‌های نصب است که نصب چطوری که در اول درس بیان کرده بودیم که 5 علامت دارد، یک تاش اصلی است و 4 تاش فرعی. او را ان شاء الله درس آینده درس 4 بیان خواهیم کرد. پس درس 3 را اینجا به پایان میرسانم و یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. و درس ها طولانی شده ایستاده است، معذرت میخواهم برای طولانی شدن، اما مقصد از طولانی کردن درس ها فهمیدن این مسائل است که این مسئله را شما جدی بفهمید و خوب بفهمید. بعد از این دیگر کتابایی که از نحو بیان کردیم به مثل این دیگر ساده اش نمیکنیم، زودتر بیان کرده، زودتر درس را توضیح زیاد نداده بیان کرده رفتن میگیریم که انشاءالله بعد از این دروس النحویه و کتاب النحو الواضح و قطر النداء، اینها کتابایی هستند که نحوی انشاءالله اینها را نیت و مقصد و مرام داریم که به زبان ساده تاجیکی، از گراماتیک زبان عربی، از علمی، از فن نحو به سمع شما برسانیم. انشاءالله در اونجا دیگر به مثل دیگر توضیح زیاد نخواهیم داد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده الله حافظی یکایک شما. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.